مادر گل شبت بخیر عزیزم. این اعداد ارقامی که تو بعضی از بازی‌ها می‌بینه میزان استفاده از گرافیک و رم و سی پی یو و دماشان و اف پی اس و این چیزاست. حالا چجوری اینا رو به بازی‌هامون اضافه بکنه؟ سلام بچه‌ها، اسمم احمدی هستم. اینجا هم کلیده. آقا اول برین از سایت کلید برنامه MSI Afterburner دانلودش بکنید. همون اول که برین توی سایت سمت راست توی نرم افزار کاربردی اسمش هست. روی دانلودش هم که بزنن سایت آپلود بای براتون باز میشه. از این بغلش دانلود کد انتخاب بکنن. این تایمره که صفر شد بعد روی ایجاد لینکش بزنن. حالا اینجا یا پنجره دانلود براتون باز میشه یا باید روی این نوشته آبیه یا روی گزینه دانلود کلیک بکنه. فرقی نداره. پنجره دانلود که باز شد برامون با آیدی ام باز میشه. بعد استارت دانلود بزنن تا دانلود شروع بشه. برنامه که دانلود شد یه فایل فشرده بهتون بده. روش راست کلیک کنه اکسترکت هیر بزنن، پوشش باز کنه، یک دونه فایل ستاپ داره بازش بکنه. خب انگلیش اوکی بزنن، نکست، تیک آی اکسپت بزنن، نکست، اینجا رو دست نزنه، نکست، آدرسش هم که درایو سی خوبه، نکست، این تیک دونات هم بزنن، اینستال. وقتی که نصبش به تهش برسه یه نرم افزار دیگه هم براتون میاره که همین شکلی باید نصبش بکنه. انگلیش اوکی، نکست، آی اکسپت، نکست، نکست، دونات، اینستال، تهش هم فینیش بزنه. بعد فینیش حالا ممکنه نرم افزار باز بشه، ممکنه باز نشه، اصلا اینا اهمیتی نداره. شما میان روی دسکتاپ آیکون MSI Afterburner آمده، رویش دابل کلیک که بکنن حالا یا برنامه باز میشه یا مثلا اینجا این پایین این آیکون موشکه میاد که روش کلیک بکنه نرم افزار براتون باز میشه. این نرم افزار اصل کاربردش برای اورکلاک کردن کارت گرافیکه، ولی اگه هیچ علمی به اورکلاک ندارن، هیچ تجربه‌ای ندارن، استفاده از تنظیماتش تغییر ندین که باعث اورکلاک سیستمتون بشه. ما هم هیچ تجربه‌ای تو اورکلاک ندارم، پس این به این اعداد ارقام و اینها هیچ کاری نداریم. حالا ممکنه نرم افزار شما با این تم باز بشه، ممکنه با تم دیگه‌ای باز بشه. بگردن گزینه ستینگش پیدا بکنن، روش کلیک کنن. اینجا هم قسمت مثلا قسمت‌های مختلفی داره. این قسمت آخرش که یوزر اینترفیس هست، اینجا نگاه کنه میتونن تم برنامه رو انتخاب کنن. تمی که من گذاشتم MSI ویندوز 11 افتربانر اسکین دارکه. حالا مثلا ممکنه برنامه شما با این تمای مختلف مثلا براتون نشون داده بشه که فرقی نداره. هر مثلا نگاه کنین تو این تم اینجا مثلا ستینگشه، هر تم یه ستینگ داره دیگه، حالا هرچش مهم نیست. تم هم که عوض کردن اوکی میکنن. اگه عوض شد، اگه عوض نشد برنامه رو یه بار ببندن عوض میشه. خلاص ولی قسمتی که ما تو بخش تنظیمات نرم افزار باش کار داریم بخش مانیتورینگشه که بیاد اف پی اس و دما و چیزا رو به ما نشون بده. یه تنظیمات کلی داره که واسه هر کدوم از این مواردی که اینجا میخوان اضافه بکنن تو بازی بهتون نشون بده باید انجام بده. اولی که این تیک سیاه بغلش زده باشه که این تنظیمات این پایین روشن باشه. ببینید وقتی تیک نباشه خاموشه، تیک میزنه. بعد جلوی او گزینه‌ای هم که میخوان روشنش بکنن این او اس دی باشه. چجوری این او اس دی رو بیاریم؟ اینجا تیک شو این آن اسکرین دیسپلی که بزنن تیک این او اس دی میاد. گزینه‌ای که ما روشن کردم چیه؟ این دمای کارت گرافیک نشون میده. بعدی میزان استفاده از کارت گرافیک نشون میده. آها یه چیز دیگه هم بهتون بگم. توی نرم افزار وقتی که میاد اعداد ارقام بهتون نشون میده یه اسمش مثلا مثل جی پی یو بعد جلوش دما و میزان درصد داره. شما میتونید به جای کلمه جی پی یو یه کلمه دیگه بنویسید. مثلا نگاه کنید اینجا توی قسمت جی پی یو تمپلیت و جی پی یو یوزیج ما اومدم این قسمت اوورراید گروپ نیمشه زدم 3060 تی آی مدل کارت گرافیکو نوشتم. نوشتنم هیچ تأثیری نداره، مثلا یه چیز سلیقه‌ایه. پایینتر که بریم اینجا نگاه کنید سی پی یو 1 2 3 4 بعدش سی پی یو تمپره. اینجا هم همینجور تیکش مشکی باشه، این او اس دیش با این تیک باشه. اینجا مدل سی پی یو نوشتم. باز یکم پایینتر برای سی پی یو هم دقیقاً همه این کارا رو کردم که بیاد میزان درصد از استفاده از سی پی یو رو بهم نشون بده. برای رم هم همین کاری کردم. برای فریم ریت هم همین کاری کردم که اصلی ترین چیزی که ما میخوایم بهمون نشون داده بشه فریم ریت، که فریم ریت دیگه اینجا گروپ نمیشه تغییر نمیدم دیگه، اون چیزی که خودش هست باشه دیگه. مثلا رم هم حتی اینجا تغییر دادم. خلاص بعد همه این تغییرها یه اوکی میزنن، نرم افزار هست بدیم بره پایین. الان یه تست ساده ازش بگیریم با بازی فار کرای 3. نگاه کنه الان بالا برامون نوشته 60 تی آی، روبروش که نوشته 53 دمای کارت گرافیکومه. او عدد باز جلویش که علامت درصد داره بغلش میزان درصدیه که داره از کارت گرافیک استفاده میشه. مثلا نگاه کنه الان زیرش که 100 داره از 100% سی پی یو استفاده میکنه. باز اینجا دمای سی پی یو مثلا روی 60 یا رم داره مثلا از نزدیک به 7 گیگ رم استفاده میکنه. بعد تهش هم اف پی اس. حالا 450 اف پی اس 500 اف پی اس چیز دور از واقعیته، چون توی منوی بازی اف پی اس خیلی بالا، یه چیز عادیه. یه نکته جالبی که داره این عدد اف پی اس که براتون نوشته پشت سرش نوشته دی 9. این داره بهتون میگه که آقا بازی که الان شما باز کردی، اپی که باز کردی داره از دایرکت ایکس 9 استفاده میکنه.
حالا اگه مثلا همین بریم توی بازی مافیا مثلا امتحان بکنم، حالا اعداد ارقام که تغییر میکنه هیچی، و قسمت پایینش دقت کنه نوشته دی تری دی 11. چرا؟ چون این بازی باز داره از دایرکتریکس 11 استفاده میکنه. خلاصه میخوام بهتون بگم که از هر دایرکتریکسی که بازی استفاده بکنم بهتون میگه، شاید جالب باشه براتون. همین. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردیم. این هم اعداد ارقامی که بهتون گفته بودم، گزینه‌های بیشتری هم داره تو همون لیستی که بهتون نشون دادم و دما و فلان و اینا رو اد می‌کردم، میتونین برین گزینه‌های بیشتری اضافه کنن. ولی خب کاربردی تریناش همیناست، بقیه‌اش دیگه خیلی حرفه‌ایه. یادتون باشه ویدیو رو لایک کنن، کانال ساب کنن، اگه سوالی هم داشتین توی کامنت ها بگین. فعلا